راست میگین بچه‌ها، ولی این دومش به نظرم یکم جلف میاد. نگاه کن. آخه مامان لباس به این خوبی کجاش بده؟ من که خیلی دوست داشتم. خیلی قشنگ شدی. نمیدونم، نظرم یکم هم قیمتش زیاده. مگه پول شوهرت نیست؟ خرجش کن بره. من بودم این کارو میکردم. دم چطور شده؟ انگار 35 ساله شدی. سرین جان تو هم سلیقه عجیبی داری. یا میدونم که زود میخوای بزرگ بشی، اما فردا حسرت همین روزاتو میخوری. این سالا رو دیگه خیلی تجربه کردم. این لباس با بودجه ما هم جور نیست. برو در بیار دختر. چرا نمیتونیم بخریم مامان؟ داداش شالوک خیلی پول داره. سنی داری چرت و پرت میگم پولمون نمیرسه. مگه نمیخوای زنش بشی مامان؟ حساب کتابتون جدا از همه. پس من چی فهمیدم از ازدواج با یه مرد پول؟ معلوم هست چی داری میگی تو؟ خب داره دخترت راست میگه دیگه. گونش نباید به این چیزا فکر کنی. پول شوهرته. خرجش کن بره، مشکلی نداره. بالاخره زندگی مشترکه. این کارو نکن. ببین اینجی هم همینو میگه مامان. خواهش میکنم بذار بخره. اصلا من خودم پولشو میدم، بعدن حساب میکنیم باشه؟ نه اصلا لازم نیست. ممنونم. سرین همین الان میری درش میاری یا اینکه خودم برات درش بیارم؟ چرا ما رو آوردی اینجا مامان؟ میخواستی شکنجمون بدی؟ زود باش دخترم. مرد کاریه، حتما الان خونه نیست. ببینم چیا مخفی میکنی آقا هالوک. ساکت شو دیوونه. رمز میخوادی؟ بیچاره شد. باز از خرید هیچی نفهمیدم. با 2 قرون یه عالمه چیز خریدیم. تو کافه خیلی هم خوب شد. کاش از دست فروش میخریدیم مامان. خودمونم این همه خسته نمیگردیم. باشه سرین جان، دفعه بعد همین کارو میکنیم عزیزم. باشه سیلین، دفعه بعدی همین کارو میکنیم. دخترا شماها برین یه دوری بزنین. منم با مامانتون میشینیم و یه گپی میزنیم. باشه؟ نظرتون چیه؟ دوست داریم بگردیم. چه دوری اینجی جون؟ هیچی هم نمیتونیم بگیریم، رسما شکنجه. سلین جان این حرفو نزن. بگیر مامانت ناراحت میشه. برو حالشو ببر. نظرم عوض شد. پری جون بیا با هم بگردیم و چیکار کنیم؟ بستنی میگیریم دیگه. وقتی زنگ زدم 5 دقیقه بعد اینجا اینا. بیا با هم یه قهوه‌ای بخوریم. وقت قهوه‌ام رسیده سرم داره میتره که وای داغون شدم. اگه گیر بیفتم پام بشکنه بهتر از اینه که گیر بیفتم. تو منتظر من این تازی جایی بپری؟ خب از پلا بیا پایین. به فکر شیطانم نمیرسید. خوبه. وایسا ببین اینجا گیر افتادم، باید بهم کمک کنی. منو قاطی نکن. چیزه پول دارم، یورو بدم. یورو پول نمیشه. دیگه چی داری؟ تو داری از من یه چیز بد میخوای؟ میپرم رو سر تا. زود باش. خوبه؟
سب کن. باشه چی میخوای؟ روکو پوسکنده بگو چی میخوای؟ یه لطفاً کوچولو که میتونی بگی مگه نه؟ لطفاً ادامهش؟ زود باش لطفاً. خوبه، واسه بار اولت بد نیست. الان وای چقدر خسته شدم. عزیزم کاش میگفتی راننده اینا رو میبرد تو ماشین میذاشت. اشکالی نداره، مهم نیست. اینجی سبیلای اینجا چی کار میکنی؟ آخی عزیزم. خوردن نهار اومدم، یه کاری داشتم اینجا. سبیلای گونش سبیلای. در واقع از اسماتون باید همدیگر رو بشناسین نه؟ من مامان علیم. متوجه شدم. خوشوقتم. یه چند دقیقه بشینی. آره میشینیم. بابا زود باش دیگه. کیت نیست، چاقوی جیبی. یکم صبر کن. تو چاقوی جیبی همراه داری؟ آخش خلاص شدم. خوب شد که همراهم داشتم. دایی میدونه تو اینجا بودی؟ آره میدونه. اگه نگی نمیذارم بری. به تو چه؟ من تو رو صدا کردم اومدی بهم کمک کردی، الانم کار تموم شد. بله باشه، فراموش نمی‌کنم. میام. ممنونم. نوش جونتون. سه تا دختر داشتین درسته؟ بله 3 تا. سنشون به سن علی نزدیکه؟ ای سبیلای جون اگه ببینیشون خیلی خوشگل و نازن. 2 قلوها 2 سال از علی کوچکترن. اون یکی هم 15 سالشه. با هم خوب کنار میان؟ البته زوده هنوز، ولی امیدوارم که کنار بیان. جور بشن یه درده، جور نشنم یه درده دیگه. تنه زدین؟ نه من همینطوری خندم گرفته بود همین. یعنی اگه من مادر چند تا دختر بودم یکم احتیاط میکردم. چطور مگه؟ علی ساواشه، اونم توی خونه. سنشونم که سن دیوونگی. هر لحظه ممکنه هر اتفاقی بیفته، آتیش و بارود. این حرفتون رو نشنیده میگیرم سبیلای خانم. گونش جان سبیلای خیلی صمیمی رفتار ولی من میکنه. صمیمیتم با شما در این حد نیست. اگرم باشه حرف زشتی زدی. اوا شما به خودتون گرفتی. سبیلای خانم من اینطوری پیچوندن حرفا رو دوست ندارم. هر چی که میخواین بگین لطفاً روک و رو راست بگین. انگار ازدواج من با هالوک به مزاق شما خوش نیومده. بچه‌ها رو وارد این بحث نکنین چون فقط خودتون رو کوچیک کردین. آی نه گونش جان تو اشتباه برداشت کردی. تازه اومدی استانبول، عادت میکنی عزیزم. دیگه اسم دخترای منم به زبونت نمیاری. فهمیدی؟ معلومه که اومدی اینجا فقط منو آزار بدی. ولی بذار یه چیزی رو برات روشن کنم. در واقع این تویی که آزار میبینی نه من. گونش جان اما این بحث زیاد بزرگش کردی. یه دقیقه بشین. شما هم یکی طلبت خانم. یه لحظه. گفتی آزار و اذیت. خیلی زود از کوره در میری. توصیه میکنم با هالوک اینطوری رفتار نکنی، وگرنه ممکنه با یه آدم دیگه ای مواجه بشی. اون وقت از اتفاقی که برات میفته متعجب میشی. چی داری میگی تو؟ فقط میگم مراقب باش. نصیحت یه زن به یه زن دیگه. به نظرم نصیحت تو برای خودت نگه دار.